این 3 تا جمله‌ای که توی این ویدیو یاد میگیری از پرکاربردترین جمله‌ها توی مکالمات روزمره هستن. یادگیری این جمله‌ها بچه‌ها خیلی مفیده. فرض کنید مثلا رفتید توی رستوران اینجایی نشستید، یه درخواستی دارید. چون قبلا اینا رو یاد گرفتید دیگه نیازی نیست آنچنان فکر بکنید که مثلا چی بگم درسته. خیلی راحت از همون جمله‌ای که قبلا یاد گرفتی استفاده می‌کنی و نیازتو میگی. ولی اصلا توصیه نمی‌کنم که مثلا همین چیزایی که میگم رو حفظ بکنی. بهترین کار اینه که جمله‌ای که میگم رو یادداشت بکنی، چند بار واسه خودت تکرار بکنی، یادشون که گرفتی، بعد از هر کدومش توی یه مکالمه استفاده بکن که دیگه کامل یاد بگیری. بریم سراغ اولین جمله پرتکرار. I'm running late. I'm running late. یعنی دیرم شده. run بچه‌ها اینجا به معنی دویدن نیستا. اینجا یعنی دیرم شده. I'm running late. What time does the movie start? What time does the movie start? یعنی فیلم ساعت چند شروع میشه. فیلم ساعت چند شروع میشه. Sorry for the inconvenience. Inconvenience بچه‌ها یعنی ناراحتی، دردسر. convenience یعنی راحتی. متضادش کردیم، یه این گذاشتیم اول کلمه. inconvenience. inconvenience ناراحتی، دردسر. یه نفر رو ناراحت کردی و اینطوری بهش میگی sorry for the inconvenience. یه نفر رو اذیت کردی و میخوای بهش بگی که عذر میخوام از اینکه اذیتت کردم. میتونی بگی I didn't mean to bother you. I didn't mean to bother you. یعنی قصد نداشتم اذیتت کنم. mean بچه‌ها اینجا یعنی قصد داشتن. bother یعنی اذیت کردن. تلفظشو بچه‌ها دقت بکنید، خیلی مهمه. bother. I didn't mean to bother you. Can I get a to-go box please? میشه یه جعبه واسه بردن غذام داشته باشم؟ A to-go box بچه‌ها یعنی یک جعبه‌ای که میشه بردش، میشه برد بیرون. حالا غذا بریزی داخلش ببریش. یه عبارتی اینجا داریم to go قبل از باکس اومده. این بچه‌ها فانکشنش صفته، قبل از اسم هم اومده. وقتی دو تا کلمه رو میایم به هم دیگه با یه هایفن میچسبونیم و قبل از اسم هم ازش استفاده میکنیم، قطعاً اون یک صفته. پس اینجا to go یک صفته. Where's the nearest ATM? Where's the nearest ATM? یعنی نزدیکترین ماشین خودپرداز کجاست؟ ATM بچه‌ها مخفف اینه Automatic Teller Machine. Automatic Teller Machine. Can I try this on? Can I try this on? میشه بپوشمش. رفتی یه جایی یه لباسی چیزی بخری و میخوای به فروشنده بگی که میشه پرو کنم، میشه بپوشمش. Can I try this on? Can I try this on? حالا از فروشنده میخوای بپرسی که کی میبندید، مغازه کی بسته میشه. What time do you close? What time do you close? کی میبندین. Can I pay by card? Can I pay by card? میتونم با کارت بپردازم اون پولی که باید بدم. و کارت هم بچه‌ها اینجا همون مخفف کردیت کارت هست. میخوای بری یه جایی بشینی روی صندلی چیزی، نمیدونی که این صندلی مال کسی هست یا نه، میتونی بپرسی Is this seat taken? Is this seat taken? آیا این صندلی مال کسیه؟ توی رستوران صورت حساب از گارسون گرفتی و میخوای بگی یه اشتباهی توی اون صورت حساب هست. I think there's a mistake on the bill. I think there's a mistake on the bill. فکر کنم یه اشتباهی توی صورت حساب شده. رفتی توی فروشگاه، فقط میخوای جنسا رو ببینی، نمیخوای خرید کنی. ولی فروشنده اومده هی میگه بفرمایید در خدمتم. کاری که خیلی رو مخه. میتونی بهش بگی I'm just browsing. I'm just browsing. یعنی فقط دارم میبینم، همین. میخوای پولتو خرد کنی، میتونی به فروشنده بگی Could you break a $20? Could you break a $20? ما توی فارسی میگیم خرد کردن، انگلیسی ها میگن break، همون شکستن. توی صف وایسادی و یه نفر میاد ازت میزنه جلو، میخوای بهش بگی من تو صف وایسادم. I'm in line. I'm in line. من توی صفم. با دوستت رفتی بیرون، میخوای مهمونش بکنی. It's my treat. It's my treat. یعنی مهمون منی. رفتی لباس بخری، فروشنده یه لباسی واسط میاره و تو سایز دیگه ای ازشو میخوای. Can I get this in a different size? Can I get this in a different size? مثلا گفته میرم از توی انبار واسط لباس جدیدو میارم. How long will it take? چقدر طول میکشه؟ با دوستت قرار داری و میخوای بهش بگی 10 دقیقه دیگه میرسم اونجا. I'll be there in 10 minutes. I'll be there in 10 minutes. I'm just hanging out. I'm just
hanging out یعنی فقط دارم وقت میگذرونم، دارم میگردم. That sounds good. That sounds good یعنی خوب به نظر میرسه. Sounds اینجا یعنی به نظر رسیدن. That sounds good خوب به نظر میرسه. یه کسی یه کار بدی انجام داده در مقابل تو و تو میخوای بهش بگی اشکالی نداره. No worries. No worries یعنی اشکالی نداره. Take your time. Take your time یعنی عجله نکن. Take your time که توی چت با اختصار TYT نشون داده میشه. این TYT که میبینید یعنی take your time. That's a good point. That's a good point یعنی نکته خوبی بود. دوستت یه کاری کرده و میخوای تشویقش کنی، بهش بگی باریکلا، ترکوندی. You nailed it. You nailed it. You nailed it. با دوستت داری صحبت میکنی، میخوای ازش خداحافظی کنی. Let's catch up soon. Let's catch up soon یعنی بیا زود همدیگر رو ببینیم. That's easier said than done. That's easier said than done یعنی گفتنش آسان‌تر انجام دادنشه. It totally slipped my mind. It totally slipped my mind یعنی به کلی از ذهنم رفت. Slip یعنی لیز خوردن. اینجا یعنی از یاد رفتن. Let's not get ahead of ourselves. Let's not get ahead of ourselves یعنی بیا عجله نکنیم. میخوای به دوستت بگی که راجع به این قضیه شک داری. I'm on the fence about it. I'm on the fence about it یه حرفی زدی و فکر کردی طرف به خودش گرفته. Don't take it personally. Don't take it personally یعنی به خودت نگیر. اینم از 30 تا جمله پرتکرار توی مکالمه انگلیسی که اول از همه باید بنویسیشون، دوم تلفظ دقیقشون رو یاد بگیری و تکرار بکنی واسه خودت چند بار و بعد هر کدومش رو توی یه مکالمه کوتاه استفاده بکنی و چهارم توی روزهای مختلف هم باید اینا رو تکرار بکنی. این کارا رو انجام بدی اینا رو کامل یاد میگیری و ذهنت آماده میشه که اگر توی موقعیت مشابه قرار گرفتی از این جمله ها بتونی راحت استفاده بکنی. اگه محتوای ویدیو به دردت خورد ممنون میشم لایک کنی تا افراد بیشتری ببینن. چنل رو هم سابسکرایب کن چون هر کسی میاد توی این چنل لول اپ میشه.